توی هر واقع برنامه‌نویسی شما با یه مجموعه داده‌هایی سر و کار دارید. مثلا یه سری عدد، یه سری حروف و کلمات و چیزای شبیه به این، مثل اسامی افراد، نمرات دانش آموزا، قیمت کالاها، لیست موجودی‌های انبار یا چیزای از این شکل. مثلا من میتونم که یه جمله بنویسم و مثلا دو تا عدد با هم دیگه جمع کنم. یا اینکه محاسبات ریاضی مختلف انجام بدم. یه نمونه با هم ببینیم. متنی که من نوشتم و در واقع محاسبه کردم. روی تقسیم دقت کنید. تقسیم رو به صورت صحیح انجام داده و اشاری به من نداده. اولین چیزی که باید تو ادامه بدونیم تفاوت اعداد هست. اعداد اشاری و اعداد صحیح. من همین دستور رو کافیه که یکی از این عبارت ها رو، مثلا همون 7 تقسیم بر 4 رو 7 رو به شکل اعشاری بنویسم، حتی با اعشار صفر. این دو تا عدد با هم دیگه متفاوتن، 7 صحیح 7 اعشاری. حالا اگه دوباره اجرا بگیرم نکنید این تفاوت یک تقسیم صحیح با یک تقسیم اعشاری. حالا این فقط صرفا برای آشنایی اولیه بود. مثلا ما کارهای دیگه هم میتونیم بکنیم، مفاهیم دیگه هم داریم، مثلا مقایسه ها که حالا به مفهوم منطق شناخته میشه. مثلا 7 بزرگتر از 5 در من یه جواب داره، یا همین سوال برای یه نمونه کوچیک دیگه میگم. خب من بازم اجرای قبلی رو حفظ میکنم. یه مفهوم دیگه که میخواستم فعلا فقط برای شروع بگم true false است. مفهوم پاسخ مثبت و پاسخ منفی. 7 بزرگتر از 5 هست و 3 بزرگتر از 4 نیست.